4 تا دلیل که باعث میشه آرایش روی پوستت خوب نخوابه. اولین مورد داشتن موی صورته. مو و پرز روی پوست باعث میشه که بین کرم پودر و سطح پوستتون یه فاصله ایجاد بشه و کرم پودر دقیقاً روی پوستتون قرار نگیره. بهترین روش برای اینکه بخواید موهای صورتتون رو بردارید استفاده از این تیغای ابروه، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه موی صورتتون رو برمی‌داره یه لایه برداری ملایمم انجام میده که پوستتون رو آماده میکاپ میکنه. البته برای زیرسازی میکاپ میگم که استفاده از این تیغا بهترینه، وگرنه اون شیورای برقی خیلی راه مطمئن تریه برای اصلاح موهای صورتتون. دومین مورد زیرسازی خوبه. مهمه که برای شروع میکاپ پوستتون کامل تمیز باشه، نه اینکه مثلا صبح روتین رفتین و هیچ چیز دیگه ای نزدید حالا عصر میخواین آرایش کنین فکر کنین پوستتون تمیزه و آماده میکاپه. دقیقاً قبل از اینکه بخواین میکاپ پوست انجام بدید باید پوستتون رو بشورید، با آب خالی خشک کنید و دوباره روتین برید. بهترین روتین پوستی برای زیر آرایش هم استفاده از آبرسان و مرطوب کننده است. آبرسان مرطوب کننده تون رو بزنید و بذارید کامل جذب پوستتون بشه، بعد برید سراغ مرحله بعدی. و بعد از اینکه روتین پوستیتون کاملا جذب شد، اگر احساس نیاز کردید میتونید برید سراغ پرایمر. پرایمرها مدل‌های مختلفی دارن، کارایی مختلفی دارن. خیلی مهمه که مناسب نیاز پوستتون پرایمرتون رو انتخاب کنید که بازم من میگم این مرحله الزامی نیست، میتونید ازش چشم پوشی کنید. سومین مورد احتمالاً نحوه استفاده از کرم پودر روی پوستتونه. قبل از اون خیلی مهمه که کرم پودری انتخاب کنید که مناسب جنس پوستتون باشه. کرم پودر رو مستقیما روی پوستتون نزنید. یکم بریزین پشت دستتون، بعد با انگشتتون که حتما هم تمیزه کرم پودر رو اینجوری ماساژ بدید که باز و به اصطلاح گرم بشه. همون میزان کرم پودری که رو انگشتتونه رو بزنید به یه سمت صورتتون، اینجوری پخشش کنید و با انگشتتون کرم پودر رو روی سطح پوستتون پخش کنید. بعد از این نوبت میرسه به استفاده از بیوتی بلندر. خیلی مهمه که کیفیت و جنس بیوتی بلندرتون خوب باشه. مورد دوم این که اصلا نباید خشک باشه. قبل از استفاده حتما بشوریدش، آبش رو کامل بگیرید، لای دستمال کاغذی بپیچید که آبش کاملا گرفته بشه و فقط بیوتی بلندرتون مرطوب باشه که اینجوری نرم بشه. بعدم به صورت ضربه‌ای روی پوستتون اینجوری ضربه میزنید. اصلا نباید بیوتی بلندر رو روی پوست بکشید. اینجوری میتونید یه آرایش پوست بی‌نقص داشته باشید. و چهارمین مورد، چند تا نکته که باعث میشه ماندگاری میکاپتون حسابی بالاتر بره. اولیش این که حتما جاهایی که خط و خطوط داره توی صورتتون مثل زیر چشم، خط لبخند و پیشونی رو با پودر فیکس خشک کنید که محصولات کرمی لای خطوط نره و جمع نشه. مورد بعدی فیکس کردن محصولات کرمی با محصولات پودری. مثلا اگه رژگونه مایع میزنید حتما بعدش با رژگونه پودری سر جای خودش فیکسش کنید. و سومین مورد استفاده از اسپری فیکس برای کل آرایشه که باعث میشه یه جلوه طبیعی به پوستتون بده و از اینکه بخواد پودری و کیکی بشه میکاپتون جلوگیری میکنه.